السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کلی برادران عزیز و گرامی قدر، الله تبارک و تعالی ما و شما را در این ماه مبارک رمضان از این وبایی که امروز عالم تهدید داره الله نگهبان باشه. هممون برادرای عزیز میخواهیم یک وی مهم را به سهم شما برسانیم. حتما این ویدیو را در تمام یارو برادرها پهن کنین. خدا نگهبان تماشا مجبوری نیست. کسی میتونه ان شاء الله وقتی ویدیو را تماشا کرد بدوره یک جواب بنویسه و تا دیگران رو رویش کنه. مقصد با نگه که برای پرسموتر، برای لایک، برای قور بلا هستند. نه خیلی جاهلا که مقصد همی سخنا را میزنن، فکر میکنن که 5 انگوش مقصد برابره. خب برادرای عزیز، ملا علی کردی را شاید شما بشناسین ان شاء الله تعالی. حضرت کتاب نوشته کردن برادرای عزیز به نام کتابشون شفا. خداوند نگهبان تماشا ان شاء الله تعالی. حاضر سرطان ویروسات حتی کرونا کشی برای بیماری سرطان و دیگه بیماری ها، الخصوص با بیماری کرونا ویروس برادر عزیز در همین کتابش ثبت. البته کتاب در دسترس نیست در همه جا. ان شاء الله تعالی میگیم که غیرت میکنیم، کوشش میکنیم که ان شاء الله خیلی چیزای مهمه به سهم برادرای عزیز عمر رسونیم تا اینکه در حق من دعای خیر کنم برادرها. خب برای یعنی که نجات یافتن ان شاء الله تعالی با خواست الله از کرونا ویروس و کسایی که در همین بیماری مبتلایند طهارت کامل میگیره برادرای عزیز. اگر همون چند همون شخص خودش نکنه ان شاء الله خودی هم یک انسان دیگه بگیم طهارت وضو میکنه 100 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه، 10000 مرتبه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، 1000 مرتبه دیگه و اذا مرضت فهو يشفين، 100 مرتبه دیگه برادرای عزیز بلا قادرین علی ان نسوی بنانا را میخونه در آب شوف میکنه ان شاء الله تعالی. اما بیمارا میتونن بیماری که کرونا ویروس دچار ان شاء الله مؤمن باشن، مسلمان باشن برادرای عزیز و گرامی قدر. برای که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و برادرای عزیز و گرامی قدر ان شاء الله تعالی میخوام میکنین اول و آخر خدای مهربان ایرا بدونه که ما به الله ایمان داریم و به قدرت الله ایمان داریم. کسی که میگه دروغ ای فلان بهمدانه بدونه که قدرت الله ده باور نداره. نعوذ بالله من ذلک. کسی قدرت الله ده برادرای عزیز باور نداره خدا پناه بده، معلومه که او چی خودش. و هستن بعضی متخصصا، بعضی دکترها مقصد میبینن که اکثریت دکترهای معتبر یعنی که بگم عاجز موندگان از واکسن کرونا ویروس پیدا کردن، این چیزا را گوش میکنن دروغ میدونن. نعوذ بالله من ذلک. اما دا امین مولا علی کردی میگه که در یک آب میخونم شوف میکنم میتونم برای در مقصد لابراتوری بگذارونین خدا یک چیزی در آب مقصد می اندازه که بر ضد کرونا ویروس یک نمون ملائکه های الله عطا میکنه که بعد همین دعاهای خوندن برادرای عزیز و گرامی قدر شکست میده کرونا ویروس تونه. البته ما با الله ایمان داریم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. و بعدا برادرای عزیز باز در مورد سیاه‌دانه یک قاشق کلان عسل میدوزه برادرای عزیز، یک قاشق چاک میدک روغن سیاه‌دانه تازش. و اگر روغن شد دسترس کردن نمیتونید برادرای عزیز کوشش کنید که دانه خوب شد دسترس کنید. دانه که برادرای عزیز در گرمی نه ایستاده باشه که بیزیر میشه و دانه ان شاء الله تعالی خوب شد دسترس کنید میده کنین ان شاء الله تعالی در خوراکاتون کم کم مقصد استفاده برین. و اگر که مقصد روغن شد داشته باشین با عسل آمیخته کنین پیش ای اوسری ای سحری خورک یک قاشق شک میده کاسته کن نیمی همو را بخورین، نیم استکان کمتر آب شیرگان بعد نیم ساعت پس ان شاء الله بعدا اوسری کنین. پیشتر اوسری مقصد بکنید که ان شاء الله تعالی بعد نیم ساعت مقصد در معده شما همین چیز ایست تا اینکه در تمام جاتون پهن شه برادرای عزیز. بعدا مقصد بعد افطار ان شاء الله تعالی باز بخورین. کم برادرای عزیز بسیار نه وقتی سیاه‌دانه را خود حتما ایبلوش او جوش آمادگی بخورین اگر تازهش باشه. ان شاء الله کسی در برادر عزیز ما خون الحمدلله روغن تازه سیاه‌دانه استحصال میکنیم. البته حوزه کم داریم برادر عزیز، کم موندگان از سبب که بسیاری برادران مقصد زکات کردیسن ان شاء الله تعالی خیلی کوشش میکنیم برای که بسیاری ها 1 کیلو زکات میکنن روسی لیتر زکات کردیسن نمیفروشیم 1 لیتری، برای که اگر ما 10 کسی 1 لیتری فروشیم برادر عزیز روغن سیاه‌دانه نمیمونه. برای کسایی که محتاجن در همین چیز نمیشه برادر عزیز او دسترس کنه، نمیتونن دیگه. و همین خاطر ان شاء الله 100 میلی گرم در برادران ان شاء الله رویی کردیم. خیلی بعضیش بسیار باشن اگر 300 500 گرفته سیان ان شاء الله رویشون میکنیم. کسی در کار باشه ان شاء الله مرحمت رقمای میمونیم زنگ بزنین ان شاء الله توزش میگیریم بس همتون چی دونش باشه چی ان شاء الله تعالی بگیم خودش باشه ان شاء الله میگیریم رویتون میکنیم. و بعدا برادرای عزیز و گرامی قدر یک چیز دیگه را گفته بمونیم تو ان شاء الله تعالی که فقط باوری کامل ایمان به الله داشته باشیم ان شاء الله همه چیز از بین ما میره.
همون دعاهایی که گفتیم بهترش همون دعاهایی، همون دعاها رو بخونیم. برای چیز ما دعاها رو هم پیشکش مردم کردیم مقصد با اون خاطره که مقصد مردم نگن که ای خودش بیزنس خش پیش بوده سای فلان و بهمدان اینه نخری. برادر عزیز و گرامی خدمت این دعاها رو بخونه ان شاء الله تعالی شفا دهنده الله هست. کسی که در کار باشه ان شاء الله. فقط ما گفتیم که ما برادر عزیز خودمون الحمدلله با دستای خودمون میبریم روغن تازه ایستاد اونا را که نه مقصد دانش گرمی زدگی نخیچه نه دیگه چیشه ان شاء الله تعالی پیشنهادتون میکنیم با باوری کامل ان شاء الله تعالی که ما بخره یک از رحمت ما بگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.